بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المحترم جماعة الكرام خدا شکر که انا بازم باتینجی با سلامتی با هم دیگر ماه رمضان برسیدم. اولا شکر با پروردگار که همین خیل مجلس های ناز با جماعت ختم قرآن پروردگار رسول است. از اون تراویح تا این تراویح یک چند برادر ما اولم رفتن. الله به انسان های رحمت کند. مندگی انسان ها هم تا رمضان دیگه به سلامت سلمان نصیب کند. یک حدیث میخوانم. اصلا که این ماه اولش رحمت است. یعنی ماه رمضانی که ما انشاءالله امن از اصل از شام می‌دارد روز پیش از ماه رمضان در مشران این ماه دهه اولش دهه رحمت سمشته است. پروردگار رحمتش دهش همین دهه رحمت پروردگار اصلش رحمتش 100 قسم کرد. از 100 قسم یک قسمش روی زمین فرود آورد. همین یک قسم رحمت پروردگار مابین انسان و دیگه مابین نبات و حیوان ها و مخلوقات ها قائم کرد. همین یک قسم رحمت خدا دنیای آبادانیش و قسمت کساس است. حقیقتا ما ایمان مکتب به اسلام رو میگیریم موندگی 99 رحمت انشاءالله برای ما منتظر است. برای همین حرکت میکردیم این ماه با نیکی با نیت خالص از این ماه با بهره شدن با همون حدیث مشهور سه طایفه انسان پیامبر خدا بینش زمین مالده شود خول شود گفتگی دعا کردگو مهربانی شود سیماش یکداش رمضان بیاد و از رمضان به بهره برود اون به بهرهش به کدام ثواب شدم ده برای همین از پروردگار متعال دعا کنیم که پروردگار مویا از رمضان روزه به بهره نکنه به بهرگی به عذر شدن به بهره میشد به عذر شدن به بهره میشد ده برای همین از پروردگار با تن صحت به خاطر جام این ماه ما مناسبت دعا کنم نکن اگر خدا راستی کنه دگری 100 بیمار باشدم ان شاء الله و این سمر است میکنه بعضا بهانه کرده سفر کرده در سفر اختیاری بوده است گفته نمیدونن کو و این انسان ها دانن که پروردگار همه انسان های همین سال رمضان به بهره کرده است برای همین 11 ماه دیگه مشقت مهنت ها حرکت میکنم یک ماهی مبارکه که این ماهنده عمل ها به حساب سوامدگی ماهنده به بسیارتر عبادت خدا مشغول میکنم کسب میکنیم با جای خودش مهنت میکنیم با جای خودش همین خیلی کسب نکنم که عبادت ما روزه ما نقصان نرسد نقصان نرسد که در عبادت کردن انشاءالله حرکت میکنم انشاءالله هر روز خفتاننده 5 دقیقه صحبت بکنم امروز انگه صحبت ما همین جنده یکم میکنم انشاءالله مثال انگه ختم قرآن ما از شهر والطارق حاج اکبر خارکت بختیار خارکت مثال ما خدمت میکنن غیر از مسجد های ما بودم سوخنده 8 دیگه مسجد ختم قرآن میشد خیلی 2 ساعت رو میشنده ختم قرآن میشد که سالا اگر خفتانه بوده خونده گفتن مدارشون نرسیدگی نشسته نفر به اختلاطشون ممکن لیکن علاش حرکت میکنم خدا آسان کند خیسته خواندن با از نسبت نماز خیسته باشتن احتیاط شویم این حرکت نکنم ولی قطع فتوای هینیان خواندم کدام انسان نفلم
یعنی تخففا میگوید پس شمارده ترک کنه دگری خوف ایمانش برمادرش بیشتر است. برای همین بیمار باشیم ضرورت باشد یک ملش نماز نفل از تراویح برام برید دیگه سبب های معرضگی نباشد نبرید. اصلش مومن انسان با از عبادت دیگه بلندتر سبب نیست کو بهانه نیست کو عذر نیست کو. برای همین عبادت را کامل و پخته کردن پروردگار توفیق دهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره برحمتك يا ارحم.